به نام خدا، با عرض سلام و احترام خدمت دوستان و عزیزان، ان شاء الله خوب و صحتمند باشین. دوستان، امروز می‌خوایم که همه آوردو که در ویدیوهای قبلی معرفی کردم، امروز می‌خوایم یک سه پروگرام، چهار پروگرام مهم از به خاطر تنظیمات نوتر بتون به معرفی بگیرم که چگونه ما تنظیم بکنیم. بیا که میریم چالان کنیم. بخیر هم کامera نزدیک بیا، کامرامن عزیز گرفته که چی رقم میشه. دوستان، قسمت آی ان 960 اینپوت است و در این قسمت هم اوتپوت. اینجا برق میتیم، از اینجا ما شما به خانه برق میگیریم. دیگه این دکمه سیتینگ است، وارد سینگش میشیم. پروگرام از این زیاد است. ما شما فقط پروگرامی سوم کار داریم که نی ولتاژ بالاست. میره ما شما باید 240 با و 235 با اکثر وسایل‌های ما شما از 140 تا 240 کار میته. ما 240 تنظیم میکنیم. و همچنان پروگرام پنجم میشه پوینتر ولتاژ است. اگر تنها اینورتر باشه، برق سولار باشه، اینا میتونیم 220 بانی و 100 بانی مرچبانی مشکل نداره. خب اکثرا 170 بانی صحیح است. و برق‌های دولتی اگر وصل باشه باز 170 بلند است، به خاطر که برق‌ها ضعیف است، مجبور پایین بیاریم. میتونیم 150 تنظیم بکنیم، 150. و همچنان میریم به پروگرام نومش پی 9. این امپیر است که ما تنظیم میکنیم. مثلا یک اینورتر داریم 2.5 کیلووات قدرتش است، تقسیم میکنیم، تقسیم 220 هر قدر امپیر که ما فعلا 10 امپیر موندیم، 10 امپیرش 2.2 کیلووات میشه. سونرایز سولار پاور، انرژی پاک، آینده روشن. آدرس: کوتاه سنگی، بلاک های شاداب ظفر، کابل، افغانستان.